خیار تازه خیلی ارزان و تازه، بیا ببر. سیب آوردم، سیب تازه. آه سارا، بلایی عظیم بر من مستولی گشته. مریم، چه روی داده؟ اندوهگینی. حلقه عهد، آن نشان یگانگی گم شد. حلقه ازدواجت؟ آن زرین عابد کجا رفت؟ ندانم، گویی خاک آن را در خود کشید. مریم، صبر بیشه کن. عشق شما مستحکمتر از این هاست. ترسم از ملال عابد است. بیم دارم مرا سست عهد بندارد. او قدر تو داند. بهای شما در دل شماست، نه فلز. راست گفتی، توکل بر حق. نیکوست. اکنون آرام گیر و دوباره تفحص کن. من باید رفع زحمت کنم. الان است که مجید سر برسد. مجید، غمی بر دل دارم از مریم و عابد. عزیز دل، چه شده؟ زود بگو. حلقه عهد مریم گم گشته است. گم گشته؟ سخن مگو، باور ندارم. حتما آن را فروخته است. مجید، چه میگویی؟ خواهر من چنین کاری نمی کند. چرا نکند؟ نشان زرین چه قیمتی داشت؟ حتما به بهای اندکی بداد آن را. ترس او از ملال عابد است. تهمت ناروا مزن. اندوه او بهانه‌ای بیش نیست. چگونه آن جوهر محو شود؟ سخن نیک بگو، دلش را قوی ساز. دل قوی؟ تا وقتی حقیقت را نگوید ایمنی ندارد. سارا، عازم بازارم. ضرورتی نداری؟ نه خیر، خدا به همراهت. غلام، مریم خواهر عیالم بلایی بر سر خود آورده است. چه رخ داده سرورم؟ انگشتر عهدش ناپدید شده است. آه خدای من، چگونه آن جوهر محو شد؟ محو؟ باور ندارم. حتما آن رو فروخته است. صحیح می‌فرمایید سرورم. جواهر خود به خود ناپدید نشود. دقیقاً. پریشانی را نگاه به خود کرده است. استنباط شما درست است. قدر پیوندش را ندانسته. حال من میروم. خداحافظ غلام. عمو غلام، وقت بخیر. 1 کیلو خیار تازه تر بده. به به ناصر جان، خوش آمدی. حتما الان درست میکنم. غمگینی؟ چی شده عمو غلام؟ انگشتر زن عابد ناپدید شده. ناپدید شده؟ چطور عمو غلام؟ ناپدید که نه، مجید آقا میگوید که فروخته است. فروخته؟ حق با شماست. جواهر که محو نشود. آری پسر، قدر پیوندش را ندانسته. این هم خیار تو. سپاس عمو غلام، خدا حافظ. ای بهلول دانا، به فریاد خواهر غمگین برس. دخترم سارا، چه مشکلی داری؟ حلقه عهد مریم ناپدید شده است. تقدیر بوده، شکیبا باش.
شکیبایی از کف رفت. مردم شایعه ساخته اند. چه شایعه ای؟ چی شده دخترم؟ میگویند مریم آن را فروخته. او اکنون گریان است. جهالت مردم. دقیقاً چه میخواهی؟ یاریمان کن. آبروی خواهرم در خطر است. به مریم بگو صبر پیشه کند. من نزدش میروم. مریم اشک بس کن. سارا ماجرا را گفت. ای بهلول دانا، تهمت ناروا می سوزاند. دانم. صبح هدم که حلقه رفت کجا بودی؟ نانوایی رفتم، سپس سیب تازه خریدم. نیکوست. به یقین در همان راه از دست داده ای. اوه، بهلول دانا به حرفت. یقین دارم. نانوا، آیا انگشتری زرین اینجا دیده ای؟ ای بهلول، نان طلا میخواهی؟ حتما فروخته و گم شدهش را میجویی. شوخی بس کن. سخن تو پوشالی است و از جهل. چه گفتی؟ من که حقیقت رو گفتم. جواب ابلهان سکوت است. ای سیب فروش، این بانو از تو سیب خریده. اجازه ده تا میان سیب‌های تو را نظاره کنم. برای چه ای دانا؟ جستجوی یک نشان است. من مکن. بفرمایید ای بهلول دانا. سپاس ای مرد. تهمت ناروا برطرف گشت. ای مردم گوش فرادهید. هرگز کسی رو قضاوت بیجا نکنید. حقیقت را ندانسته شایع پراکنی نکنید. عزیزان من، اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما با لایک کردن حمایت کنید.